بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حکم تهنیت گفتن روز جمعه. سوال چنین است: آیا در روز جمعه جایز است که به یکدیگر جمعه مبارک بگوییم؟ چون که هر روز جمعه از طریق تلفن و اینترنت این کلمه جمعه مبارک مشاهده می شود. جواب: شک نیست که روز جمعه عید از عیدهای مسلمانان است، همچنان که در حدیث از ابن عباس رضی الله عنهما آمده است. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. ابن عباس رضی الله عنهما می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: در حقیقت که این روز عید است، یعنی این روز جمعه روز عید است، الله آن را برای مسلمانان قرار داده است. از کسی که به نماز جمعه می آید غسل کند. ابن ماجه این حدیث را روایت کرده است. شماره حدیث 1098 می باشد. شیخ البانی این حدیث را حسن دانسته است در صحیح ابن ماجه. ابن قیم رحمه الله تعالی در بیان خصوصیت روز جمعه گفته است که این عید تکرار شونده است در هفته. زاد المعاد جلد 1 صفحه 369. بنابراین مسلمانان سه عید دارند: عید فطر و عید قربان، که این دو عید در سال تکرار می شوند و روز جمعه در هر هفته تکرار می شود. اما تهنیت گفتن روز جمعه آن که برای ما معلوم است مشروع نیست، زیرا که عید بودن روز جمعه به صحابه معلوم بود و آنها فضیلت روز جمعه را نسبت به ما بهتر می دانستند و آنها بیشتر به تعظیم روز جمعه رغبت داشتند و حقش را به جا می آوردند. با وجود این از آنها وارد نشده است که یکدیگر را در روز جمعه تهنیت بگویند، مثل که امروزها میگویند جمعه مبارک. خیر و هر خیر در پیروی الصحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین است. اگر تهنیت روز جمعه جایز می بود، حتما آنها ما را در آن سبقت می گرفتند. شیخ صالح فوزان که از علمای معاصر است، شیخ را سوال کردند از حکم فرستادن تهنیت روز جمعه از طریق تلفن که فرستاده می شود هر روز جمعه مبارک، حکمش چیست؟ شیخ در جواب فرمودند: سلف یکدیگر را روز جمعه تهنیت نمی گفتند مثل جمعه مبارک. و همچنین سلیمان ماجد هم مثل همین فتوا داده است: ما تهنیت گفتن روز جمعه را مشروع نمی دانیم مثل گفتن جمعه مبارک و مثل این کلمه های دیگری را، زیرا که این در باب دعاها و ذکرها داخل می شود که آنها توقیفی هستند. عبادت الله زمان جایز است که آن عبادت در قرآن و سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم وجود داشته باشد که آن عبادتی است که الله آن را مشروع کرده است. و این تهنیت گفتن محض موضع تعبدی است. اگر این تهنیت گفتن کار خوب می بود، حتما رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را بر آن سبقت می گرفت و این را به اصحاب تعلیم می داد، به یارانش تعلیم می داد. و اگر کسی اجازه بدهد لازم گرفتن این کلمه را، یعنی جمعه مبارک بگوید، یا کلمه دیگر را برای دعا یا در وقت ادای نمازهای 5 وقته و غیره، و باید گفت که سلف در این موضع ها دعا نکردند. از این برمی آید که این عمل یک عمل نوپیدا است و هر نوپیدا بدعت است و هر بدعت گمراهی است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.